درود مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخر وقتی 5 سال گذشت خوشحال شدم خدا بزرگترین علمای منتقد این حکومت هست. اونها رو به اسم خدا به دستگاه مردم ببرد. هرچی بد میشه اوضاع میشم درنده تر از اونی که تو منطقه شک کرده چند فقره تو پروندهش قتل آدم لاشی ها رو سخت کرده نگو برگردم مغزم رد کرده تا کس درشی تو ابیاد و چند خدشه زیر توهمت بگیرم فندک میاد تصویر و پشتم فلش راه های مخفی و فرعی و ولش یه تک بنویس میدمت نشون یه تیکه از منظره های بهش یه هویی اشکال به چشم خالی میشنن نوری که تو لحظه تابید دافعه بالا جاذبه پایین آخون یه ویروس دائما زایید کشید به آتیش زمین و ماشین یا مالید خواهیه یا در و مالید حکومت دوست کلانش شاپید درونش جنگ جامعه پاچید همه چی به شکل کسچری دردناک شده که حتی در نمیاد اشکال نمیرسه دادت به اینجا سرکار ترانه حفظ و برگه باش فرلان افتادیم دستم دوست مردان میشنوی اخبار میگی پشمام یکی زیر آوار یکی تو جشن سلام به فرمان دست و سربار معترضی جواب درگبار